صبح جمعه 3 ینور در حمله در نزدیکی فرودگاه بغداد پایتخت عراق، گنرال قاسم سلیمانی فرمانده پرقدرت نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ابو مهدی المهندس معاون گروه نیمه نظامی مسلمانان شیعه مذهبی عراق یا گروه 8 الشعبی کشته شدند. در نتیجه حمله هوایی کمش 8 نفر جان باختند. وزارت مدافع امریکا تصدیق کرد که حمله با فرمان پرزیدنت دونالد ترامپ صورت گرفت و هدف آن پیشگیری از حمله های آینده ایران بوده است. به قول پنتاگون، سلیمانی حمله ها به ضد دیپلمات های امریکایی را طرحریزی نموده مسئول مرگ صدها سرباز امریکایی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شام پنجشنبه و چند ساعت بعد از نشر خبر کشته شدن قاسم سلیمانی در توییتر خود تنها عکس پرچم امریکا را نشر کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران از طرف امریکا گفته است انتقام سخت در کار خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود هنگام ستایش از شخصیت قاسم سلیمانی گفته است با رفتن او کار او و راه او متوقف و بسته نخواهد شد. گنرال سلیمانی در تطبیق برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه نقش مهم داشت. شخص آقای سلیمانی در دوره‌ای که فرمانده نیروی قدس شد اصلا بخش سیاست خارجی سپاه پاسداران رو، بخش شاخه خارجیش رو بسیار فعال کرد و چون ایران در یمن، در بحرین، در عراق، در سوریه، در مسئله اسرائیل، در مسئله فلسطینی‌ها، در لبنان یکی از بازیگرانی هست که با بقیه قدرت منطقه و فرامنطقه در چالش است، من فکر میکنم که کشته شدن آقای سلیمانی ضربه بسیار بسیار بزرگی به جمهوری اسلامی و سپاه قدس وارد خواهد کرد در منطقه. این باعث نخواهد شد که سیاست خاورمیانه ایران تغییر جدی بکنه، ولی وزن آقای سلیمانی طوری بود که به هر حال جمهوری اسلامی باید بپذیره که یک ضربه بزرگ رو دیشب پذیرفته در مورد سپاه پاسداران، در مورد سیاست امنیتیش، در مورد سیاست خارجیش و باید ببینیم واکنش جمهوری اسلامی به این چه خواهد بود. قتل سلیمانی 3 روز پس از حمله اعتراضگران عراقی بر سفارت امریکا در بغداد به وقوع پیوست. اعتراض در عرفه سال نو و بعد از آن شروع شده بود که نیروهای امریکا به پایگاه گروه نیمه نظامی کتایب حزب الله حمله هوایی کردند.